با سلام. بنده هیومن این لایف هستم، انسان و زندگی. اسم من میلاده و حالا به خاطر مردم خواستم یه پیج هایی برای مردم، برای اینکه سود ببرن، عوض اینکه این ایردراپ های چند میلیون اینترنت خرج کن، یکی $2-3 بگیر، یا مثلا بیهوده توی یوتیوب و اینستاگرام بچرخیم، یه پیج هایی داشته باشیم که ما رو عرض به خدمت برامون یک ایرانی به سرعت رو به اقتصادی رفتن درست کنه. حالا اینها رو میخواستم همش رو توضیح بدم. الان یکم ناراحتم و از اون پارت 2 که میخواستم برم جلو، چون ببینید حمایت نیست. الان ببینید 23 روز و 13 ساعت رفته از، حالا البته درست ساپ ها میپره، مثلا بعضی چیزا میپره اینجا، منتها ببینید کلن لایک چقدر، البته لایک حالا بیشتره، منتها وقتی زیاد نباشه حمایت، اینا هم میپرن. حالا یک نفر سابش هست و عرض به خدمت 20 بازدید و نمیدونم 2.8 عرض به خدمت واسطایی میمونه. حالا میخوام، البته ناامید شده بودم، ادامه نمیدادم و تصمیم داشتم که حالا یه بیزنس هایی هست، به وسیله اونها یه پول هایی و حتی یه سرمایه گذار هایی حالا در اختیار مردم قرار بگیرن، هم سود خودشون رو بگیرن، هم که مردم پیجشون بره جلو و حالا اون چیزهایی که قبلا گفتم و الان خواهم گفت رو به دست بیارن. عزیزان ببینید، اولش یک محتوا بهتون نشون بدم. ببینید الان اینجا این شخص رو الان ببینید، شما میشناسید اصلا؟ همه مردم دنیا به این چوپان ایرانی مدیونن. این چوپان متولد روستای ورکانی حالا همدانه ممنون که از هیچ این وقت فکرش رو هم نمی‌کرد شخص پاش که به این تهران ویدیو رو برسه، درست چه برسه به کرده. آمریکا. به خاطر هوش بالاش در کنار چوپانی درس هم می‌خوند و خانواده‌ای پرجمعیتی داشت و یکم کارو براش سخت می‌کرد. برای همین با کمک پدرش به تهران رفت و بعد از اخذ مدرک مهندسی کشاورزی بورسیه کانادا شد و از اینجا سفر پرهیجانی شروع شد. توی دانشگاه آلبرتای کانادا که یکی از بهترین دانشگاه‌های جهانه، مهندسی مکانیک گرفت و بعد از کلی تلاش شبانه روزی موفق شد اولین قلب مصنوعی جهان رو اختراع کنه. این چوپان کسی نیست جز پروفسور توفیق موسیبند، پروفسور بزرگ کشورمون که علاوه بر قلب مصنوعی، بایپس قلبی ریوی، تنظیم و معالجه قلب و تعیین دی ان ای از طریق اثر انگشت رو هم اختراع کرده. تمام دنیا دارن از اختراعات ایشون استفاده میکنن و هیچ کس هم نفهمید که کی بوده. متاسفانه زمستون پارسال ایشون فوت شد. به افتخار بله، ایشون رو میشناختین؟ نه. قلب مصنوعی، نجات جون انسان ها. ایشون کل مقاطع تحصیلیشون به نظرتون چقدر، چند دلار شده؟ 20,000 دلار؟ چقدر؟ من که فکر نمی کنم بیشتر از 20,000، فکر نکنم بیشتر از اون باشه. 20,000 دلار کلش شده باشه، ولی در عوض زندگی بخش خیلی خیلی از چیزها شده و پایه‌گذار خیلی چیزها. ببینید عزیزان، حالا من میرم مستقیم سر وقت این آقای مستر بیست. خب هیجان داره، کلیپاش هیجان انگیزه، منتها ببین محتواهاش، حالا این بیزینس ها هست، حالا اینا رو هم که به جا، منتهاش چیزهای عجیب غریبی هست. حالا این بیزنس هایی که می شکلات و نمیدونم بعضی چیزا هست بیزنسه،
من با اجازه مردم میخواستم بعضی ایده هایی رو بیارم سر کار که خیلی برتر از اون بیزنس ها باشه. منتها خب مردم نخواستم. ببینید الان اینجا میتونی شرکت در رو با میگه شمشیر کاتانه نصف کنی؟ بله قربان. الان معلومه که من باور نصف نمی‌کنم. واسه همین کردن $20,000 یک شرط می‌بندم که نمیتونه. بری تیر ببینیم میشه یا نه. $20,000. نزدیک بود. کاری که باید بکنی اینه که $20,000 کولر یعنی رو چی؟ $20,000 $20,000 میشه که عرض به خدمت برابر با من 5 تا رو پیش بینی برابر با همون استعداد یابی که انجام بشه و حتی الان این پروفسور عزیز ما قبلا بود. خب سنشون جوریه که اون زمان توی ایران دانشگاه ها به این صورت نبودن، بلکه عرض به خدمت میرفتن خارج، کانادا، نمیدونم فرانسه، مثلا آمریکا. الان تو همین ایران $20,000 خرج یک نخبه اگه بکنی که بجز حتی خرجش حتی سرمایه گذاری هم براش میشه که اختراعی انجام بده. اینجا یه چیز رو میخوام مثلا فرضاً ببینید ببینیم این ویدیو، ببینید نگاه کنید 12 تا اتوبوس آورده. چه راحت این کارو. حالا ما 2 تا اتوبوس الان می چی کار میکنه؟ مثلا 12 تا اتوبوس من 5 تا رو پیش بینی. حالا بریم سراغ حالا سومی پیش و بینی نگران میکنن که نباش. روی هم بذارن 9 تا هست، 3 تا هم اینجا. این سومی رو که گذاشت، چهارمی چی میشه؟ حالا سومی که میاد اینجا نازل میشه. پس سراغ چهارمی رو که میخواد بذاره، بیارش پایین. نزدیک میشه. یکم پایین‌تر. این اتوبوس ها قیمتش رو حساب کنید. بله این از این و آخرش رو ببینید تو دستش ببین تک ببینیم چند تا اتوبوس مدرسه رو 4 تا رفت، بقیه‌اش رو هم معلوم نیست که چی بشه. یعنی 4 تا اتوبوس فقط به یه مدرسه اختصاص بده. اصلا قرار نیست اتوبوس منظور به عنوان اتوبوس استفاده بشه، پولش رو در نظر بگیر. میتونی یک مدرسه استعداد یابی که کردی اون افراد رو بیاری تو اون مدرسه نخبگان، به معنای واقعی آموزش زندگی، پول در آوردن، کار و عرض خدمت تو رشته خودش نخبه و مخترع شدن رو یاد بدی. یعنی به وسیله همین 4 تا میتونی همین کارا رو بکنی. توی یک مدرسه چندین سال 12 تا اتوبوس رو نابود میکنه. البته بازم هست همچین کارهایی. یا کجا رفت اون رفیقمون که حالا بالا بود فکر کنم، میخوام بگم که همچین کسایی رو خیلی میشناسم. حالا این یوتیوبر ها رو کاری ندارم. الان مثلا $250,000 داره میده این شخص. حالا این شخص سمت چپی حتی راستی چند بار دیدین اینا رو؟ این افراد رو منظورمه. خب این افراد اصلا معلوم نیست که قضیه‌شون چیه. خب یه نفر باید یک باری بیاد. اگه من باشم $20,000 توی مسابقه قرارم این بود که به جای $20,000 میشه 1,400,000 تومان با پول الان، با دلار الان 70,000 تومان. شما فرض کنید که بنده مثلا میخواستم هم تجهیزات عالی درست کنم که حالا از جنسای ایرانی باشن، اونا که بحثاش جداست که حالا نمیخوام واردش بشم عرض به خدمت. ولی تو هر مسابقه بر مبنای اون حمایت هایی که شده و پولی که به دست اومده، هر کس هر کلیپ رو که دیده، برای هر کلیپ حالا یه مسابقه هایی میخواستم انجام بشه و میخوام که انجام بشه و خواهم کرد این کار رو. مثلا 10 نفر
400 میلیونش رو مثلا، حالا میخواستم 400 تومن بگم، 400 تومنش رو همون میذاشتیم برای چی؟ برای خرید اون اقلامی که نیاز داریم برای مسابقه. با 1 میلیارد میتونستیم پایین ترینش مثلا 50 میلیون، مثلا 250 میلیون هم برای اولین شخص. در نظر بگیرید که مثلا 10 نفر توی مسابقه زیبا میتونستن هم هر شخص برابر با مثلا یک خانواده است، مثلا 3 نفر 5 نفر خانواده داره، چه پدر مادر داشته باشه، بر خواهر برادر، چه عرض به خدمت خودش پدر باشه مثلا یا مادر باشه. حالا اینا رو حساب کنید که مثلا 10 نفر میان اونجا یک نون میخورن و نونهایی هم به وسیله خریدهایی که انجام میدیم میخورن و تو مسابقات بعدی مثلا اجناس رو که میخریم توی یک ماه احتمالا دیگه نیازی نداشته باشیم که چیزی دیگه بخریم، مگر اینکه مثلا مسابقه های هیجانی که میگفتم توی اونها و تو کارهای خیریه که انجام میخواستیم بدیم. حالا میایم توی یوتیوب. الان توی یوتیوب من دارم میچرخم، ببینید چون به سنگ علاقه دارم سنگ میاد مثلا، ببینید هر چی که دوست دارید هست، نگاه میکنم لذت میبرم. ولی برای من الان How to tell if a diamond is diamond. real or fake using a magnifying glass. To check whether your diamond ring is real or fake. الان این سودی داره برای من؟ نه. ولی وقتی که عرض به خدمت این پیج و حالا چند تا پیج در کنار هم قرار بگیره با 30 میلیون نفر آدم و 30 میلیون که البته بیشتر هم میشه چون خارجی ها هم میبینن و ویو که میره بالا، برای هر 1000 نفر 1000 ویو شما فرض کنید که بستگی داره اون تبلیغات. البته اون کاری که میخوای انجام بدی چیه، اون تبلیغاتی که هست آیا مردم فقط 5 ثانیه رو میبینن یا مثلا حالا 10 15 20 ثانیه رو میبینن یا 2-3 تا تبلیغ پشت سر هم میاد اونو همشو میبینن. اینا همشون مخاطبا کی هستن؟ تأثیر داره توی روند دلار. حالا ما از اصلا 10-8 دلار در نظر بگیر، حالا فرضاً 40% هم دادیم برای شرکت که این برای خدماتشون، برای عرض به خدمت مالیاتی که قراره از عوض ما بدن. حالا چقدر به نظرتون میتونه برای ما درآمدزایی بکنه؟ من بهتون قول دادم توی 1 سال هر شخصی، هر نفر، هر خانواده نه، هر نفری طعم شیرین کارهای خیریه، مسابقه هیجانی و مسابقه عمومی از اطلاعات گرفته، منظور اطلاعاتی که مثلا نخبگان دارن یا افراد عادی دارن، تا مسابقات ورزشی و نمیدونم چالشی و همه اینها. کلا مسابقات هیجانی هم مثلا یه دفعه میدیدیم مثلا میرفتیم جزایر کناری، خودش هم من نه، مثلا فرضاً این آقا خودش میره با اکیپش مثلا یا یوتیوبرها رو میاره کلی هم خرج میکنه، من نه. منم برم مثلا فرضاً 20 نفر 30 نفر رو هم تو اون مسابقه که هم مسابقه است هم دیدن زیبایی ها در اصلا کشور خارجی، نه همین کشور خودمون مگه زیبایی کم داره. حالا ببخشید وقتتون رو گرفتم، انشالله که این ویدیو رو حداقل حمایت بکنید و من هم قول میدم، واقعا این قول رو مردونه بهتون میدم. تا حالا خیلی با افراد زیادی حرف زدیم، من الان اینجوری بهتون بگم که پول ادمین و نمیدونم کیفیت سازی و تبلیغ و اینجور چیزها رو فعلا من ندارم.
اگه داشتم کانال رو خیلی زودتر و راحتتر میتونستم ببرم بالا. ولی مثلا اون نماینده‌ای که میخواد فرضاً رئیس جمهور بشه یا نماینده مجلس و اینجور چیزا بشه، مثلا پول نداره ولی حمایت مردمی میشه، این شخص آیا مستحق این نیست که برنده بشه؟ چون برای مردم اومده، پول نداره تبلیغ کنه، مردم میبینن که به خاطر اوناست، خودشون حمایت میکنن. حالا من بحث سیاسی نمی کنم و میخوام اینو بگم که اگه حمایت مردمی باشه اصلا نیازی نیست که مثلا من کار خاصی بکنم، فقط میام توضیحات رو بهتون عرضه میدم. بعد که درآمدزایی شروع شد، از اولین ماه که شروع شد تو اون 1 ماه اونقدر پول میاد به دستمون، ادمین های بسیار زیاد، کارگردان های بسیار زیاد و ایده پرداز های بسیار زیاد، کارگرها، پیمانکارها و و و و و و دوربین و این دو چیزها، جدای از اینها وارد مباحث که حالا تو پارت قبلی گفته بودم میشیم. ممنون که گوش دادید. با تشکر از شما.